برای کشور خودشونه. ببین آلمان پسونده، بعد دادی که میاد چیه؟ داده. حالا اینجا اسلش بخوره، هر چی که بیاد خب این میشه صفحات اون سایت. کلاهبردارا چیکار میکنن؟ میان مثلا به شما میگن ببینید تو سایت دیوار شما میدید آگهی میذارید، بعد پیام به شما میدن، میان میبینن که شما آگهیتون 2 روز دیگه به اینی که دارم میگم خیلی من به مراجعه شدید که این روش شما دیدیم که از این روش هم کلاهبرداری میکنن. میان دیوار، خب در اصل دیوار چیه؟ دیوار دات آی آر. حالا اینجا میتونه صفحه شما باشه، هر اسمی، آی تی تی، خب به قول گفتنی نمیدونم فروشگاه رفاه. خب ما با بعد اسلش کاری نداریم. اینجا تا اینجا شد دیوار دات یار. مثلا من نوعی اینو میبینم و با اعتماد میکنم. یه موقع هست یه دونه واسه شما این لینک میاد دیوار دات ده، بعد اینجا توی یه صفحه داخلی درست میکنه به اسم دیوار مثلا داش لینک. شما باید اولین مرکزی که نگاه میکنید نقطه یه وبسایته. شما وقتی که اون نقطه یا اون دات رو میبینید، هرچی این ورش بود میشه پسوند دامنه شما. داده دات اینفو یه پیام براتون میاد به عنوان اینکه این اپلیکیشن اگه نصب بکنید اینترنت ماهواره‌ای دارید. مطلب امروز خیلی مهمه. اگه واژه‌نامه اصلا عنوان نمی‌کردم، به هیچ عنوان هیچ اپلیکیشنی شما با نصبش دسترسی به هیچ اینترنت ماهواره‌ای رو ندارین. خب شما حتما اگه بخواد این ماهواره حالا اومده روی ایران هست، ما حالا کاری با اون نداریم، ولی شما با موبایل به هیچ عنوان وصل نمیشید به اون ماهواره. شما به من اگه بر فرض مثال اون دستگاه، اون دیش، اون کیت خود استارلینک هم فقط ارائه دهنده‌شه، یعنی حتی تو ایبی، تو آمازون به هیچ عنوان کسی خرید و فروش نمیتونه داشته باشه. خود ایلان ماسک، خود شرکتش ارسال میکنه برای شما و اونو که دریافت بکنید یه برنامه هست که به وسیله اون نرم افزار یا اون اپ به اون ریسیور وصل میشین. پس به هیچ عنوان هیچ لینکی رو باز نکنید. اپلیکیشن ببینید اگه ما بخوایم کلاهبرداری‌های اینترنتی رو دسته‌بندی بکنیم، شاید بهتون بگم 90% کلاهبرداری‌های اینترنتی از طریق ارسال لینکه. حالا توی ویدیوهای قبلی کامل توضیح دادیم در مورد اینکه حالا چجوری از لینک استفاده میکنن. ببینید شما وقتی که یه اپلیکیشنی رو تو گوشیتون نصب میکنید، دقیقاً اونجایی که مجاز است رو میزنید، اون دسترسی رو میدید، دقیقاً دارید به اون اپلیکیشن این اجازه رو میدید که کاملاً گوشی شما رو تحت اختیار بگیره. یه مقدار اگه کداتون مخرب باشه، کدای اون اپلیکیشن کاملا میتونه گوشی شما رو تخلیه اطلاعاتی کنه. از اون طریق میاد مخابرات شما چیز به تلفن شما هک میشه و به شما پیامک میاد و شما اون پیامک رو ارسال میکنید. قبلا یه جا گوشیتون لو رفته، حالا این لینک ها رو ما چجوری شناسایی بکنیم؟ اصلا ما چه لینک هایی رو میتونیم باز بکنیم؟ این خیلی مسئله مهمیه. قبلا توضیح دادم، یه بار دیگه میگم. دوستان هر لینک اینترنتی یه TLD داره. اگه دقت کنید یه نقطه هست، اینجا اسم سایته و اینجا بعد نقطه یه TLD میاد، یه دونه پسوند میاد. حالا جلوی این پسوند میتونه یه دش بخوره. اینجا عنوانی که میاد صفحات سایته، یعنی ما TLD هایی که معتبر هستن اگه بخوایم خیلی دقیق تر بگیم فقط توی ایران IR. ببینید با پسوند IR، ببینید اینجا مثلا مای سایت یا اصلا میگیم سایت .ir
site.ir یک سایتیه که بر فرض مثال اومده قبلا تو سامانه نیک احراز هویت شده. این یک شخص واقعی پشت این دامنه هست که توی سامانه نیک رفته احراز هویت کرده، کد ملی فرستاده، کارتشو فرستاده. هر شخصی که توی ایران میخواد سایت داشته باشه باید بره تو سامانه ایرنیک ثبت نام بکنه. حالا این با این سایت میتونه یه دونه کلاهبرداری کنه، 2 تا کلاهبرداری کنه، یعنی میتونه کلاهبرداری کنه، ولی وقتی که گزارشش داده بشه اولین کاری که نیک میکنه این سایت رو میبنده. این سایت بالا نمیاد اون تا به اون شکایت رسیدگی بشه. حالا ما سایت داریم بر فرض مثال snap.com. خب این به چه صورتیه؟ ببینید .com هر کی با یه ایمیل میتونه .com .net هر پسوندی رو که شما فکر میکنید رو ثبت نام بکنه. ولی وقتی که شما نگاه میکنید میبینید اسم شرکت اسم قویه یا حداقل تگ اسمیه، میشه گفتش که خب این رسیدگی میشه اگه این شرکت یا هر اسمی با پسوند .com بخواد شکایت بکنه. خب ولی طرف نمیاد بلیتشو باز بسوزونه، من اینکه میگم این اسم انقدر طول و دراز باشه، عدد داشته باشه، دش داشته باشه، این یه بحث. و اگه کسی بخواد از سایت .com شکایت بکنه باید بره دادگاه لاهه. ولی ببینید واسه چی پسوندهای جغرافیایی برای کشور خودشونه؟ ببینید آلمان پسونده، بعد داتی که میاد چیه؟ داده. حالا اینجا اسلش بخوره هر چی که بیاد، خب این میشه صفحات اون سایت. کلاهبردارا میان چیکار میکنن؟ میان مثلا به شما میگن ببینید تو سایت دیوار شما میدید آگهی میذارید، بعد پیام به شما میدن، میان میبینن که شما آگهیتون 2 روز دیگه به اینی که دارم میگم خیلی من به مراجعه شده که این روش شما دیدیم که از این روش هم کلاهبرداری میکنن. میان دیوار، خب در اصل دیوار چیه؟ دیوار دات آی آر. حالا اینجا میتونه صفحه شما باشه، هر اسمی آی تی تی. خب به قول گفتنی نمیدونم فروشگاه رفاه. خب ما با بعد اسلش کاری نداریم. اینجا تا اینجا شد دیوار دات آی آر. مثلا من نوعی اینو میبینم و با اعتماد میکنم. یه موقع است یه دونه واسه شما این لینک میاد دیوار دات ده، بعد اینجا توی یه صفحه داخلی درست میکنه به اسم دیوار مثلا دش لینک. شما باید اولین مرکزی که نگاه میکنید نقطه یه وبسایته. شما وقتی که اون نقطه یا اون دات رو میبینید هرچی این ورش بود میشه پسوند دامنه شما. دات ده، دات اینفو، دات نمیدونم اف آر برای فرانسه. این هر تی ال دی غیر از آی آر بود یه سری ها تی ال دی های برترن مثل دات کام، دات نت، دات او آر جی. اینا با یه ایمیل گرفتنش راحته. ولی مثلا دات مخصوص یه شهروند توی آلمانه، اف آر مخصوص یه شهروند واسه یه فرانسه است. اگه کسی از فرانسه از شما کلاهبرداری کنه، یعنی باید به فرانسه شکایتتون رو مطرح کنید. دات کام و تی ال دی های برتر باید به دادگاه لاهه. حالا چجوری متوجه بشیم؟ این یه نوع بود. نوع دیگه که باز میان از شما لینک قلابی میفرستن. پس ببینید ما یه دات داریم اینجا یه دونه کام داریم، اینجا یه دونه اسلش داریم، بعد اینجا طرف مثلا حالا یه سایتی به هر اسمی ساخته با یه ایمیل ثبت کرده، اینجا یه دفعه یه دونه صفحه داخلی درست میکنه به اسم لینک خب داش اسنپ یا لینک دیوار. ببینید اینجا دیگه نمیتونه دات بذاره. خب بعد اسلش هیچ کی نمیتونه دات بذاره. میاد شما رو با
میاد شما رو مثلا با حروف دیگه ای میاد مثلا به قول یا با اسلش یا با دش میاد شما رو گول میزنن. خب پس این شد پسوند ما. حواستون باشه که نگاه بکنید به این پسونده. قبل پسوند باز یه اتفاق دیگه ای میفته. قبل پسوند اینجا بر فرض مثال دیوار دات آی آر. خب من اینجا اگه یه وقت دات باشه این میشه ساب دومین شما. یعنی مثلا بر فرض مثال سایت دیوار یه سری صفحات داره، واسه اینکه بار ترافیک سایتش رو پخش بکنه میاد اینجا مثلا یه دونه صفحه درست میکنه به اسم shop.divar.ir. خب این شاپی که قبل اینا میاد صفحات داخلی که مربوط به دیوار میشه. یه بار دیگه میگم هر لینکی رو که برای شما ارسال میشه خب از سمت راست نگاه بکنید به اولین نقطه‌ای که میرسید قبل این نقطه اگه لینک نمیدونم کام .net هر چیزی هر پس XYZ اینا TLD های جدیده که خیلی جدیدن داره از این روش کلاهبرداری میشه. دات شاپ اینا همه با یه ایمیل شما میتونید با یه ایمیل 415 هزار تومان خریداری کنید یه اسمای مختلف. یه موقع هست مثلا بر فرض مثال اینجا یه کلمه 3 حرفی میاد خب tem.com. خب قطعا معلومه این 3 حرف یا 4 حرفی میدونی که قبل .com میاد. خب یه برنده، یه اسمیه که 20 سال پیش ثبت شده. خب دامنه .com جهانیه و سرش جنگه بر فرض تک کلمه‌ای. ولی خب مطمئن‌تر از همه اینه که شما وبسایتتون و فروشگاهتون رو پسوند ایران رو پسوند .ir بالا بیارید. ببینید گوگل الان لحاظ سئو یعنی بهینه‌سازی سایت واسه موتورهای جستجو من نوعی اگه توی ایران گوشیمو باز بکنم بخوام توی سرچ گوگل دنبال یه تعمیرگاه باشم گوگل میاد با هوش مصنوعی که داره نزدیکترین تعمیرگاه رو به من نشون میده. خب و نسبت به موقعیت جغرافیایی من میاد بر فرض مثال IR سایت های IR که مربوط به ایران رو به من نشون میده. پس شما با توجه به این بحث حالا صیانتی که داره میشه یه بار دیگه میگم همیشه گفتم توی زمین اجاره‌ای درخت نکارید. سایت خودتون رو با پسوند IR بسازید و روش کار کنید و برندسازی کنید. شبکه‌های اجتماعی خوبن، خیلی عالی‌ان ولی کافی نیست. سوالی ندارید کسی؟ راجع به اینا متوجه شدین کامل؟ پس اینو اطلاع رسانی کنید. یه مسئله هم راجع به SSL ها بگم. خب یا میخوایم بزنیم تو جلسه بعدی؟ جلسه بعدی. آره این SSL که شما سایت شما رو میاد یه پیوند امنی بهش میده HTTPS را توضیح میدیم که بابا خب میخوام جلسه بعدی رو بگم. آقا بلش کن ببندیم. خب بچه‌ها کسی سوالی چیزی نداره؟ خداحافظی کنیم بعد از نه بگم ممنون از وقتی که آره خب دوستان من نگاه می‌کنم خندم میگیره. خب دوستان امیدوارم این مطلب مفید باشه. پس خیلی بهش توجه کنید به لینکایی که باز می‌کنید. شما توی محیط کامپیوتر هر لینکی رو میتونید باز بکنید تا وقتی که دسترسی ندید و چیزی رو دانلود نکنید. ولی تو فضای گوشیتون خیلی دقت بکنید که چی رو دارید باز میکنید چی رو دارید نصب میکنید. حواستون باشه که هر VPNی هم دانلود نکنید. حتما از خود اون شرکت دانلود کنید. لابلای این VPN ها فوق العاده برای شما بعضی وقتا میتونه مخرب باشه واسه گوشی شما و شاید الان اقدام نکنن. اطلاعات شما رو هکرها جمع میکنن. یه وقت اونی 1 سال دیگه 2 سال دیگه میان و کارهای خودشون رو انجام میدن. پیروز باشید، موفق باشید. از اینکه وقت گذاشتید ویدیو ما رو تماشا کردید خیلی ممنونم.